باشد بچه ها بسیار تشکر. لیکن این مجلس نصب با ما تعلق ندارد، این مالی نمی‌مرده که باید که شما باید که همش از آن توافر همین نرخونده پیام میزد و هر کاری که میتوانست نکرد. اکنون از نایلوجی ما یک چند دقیقه شد میگیره. بعد فهمیده چی خواهد؟ همه خانوازه کشتش برق بودن بچه مجلس بسیار برق تشکیل شد. از خاصی کردگی یک درست آماده و حاضر شدگی برای همین همه خانوازه کشیده همین خیلی شیشته بوده. لیکن راست برای شعر گوش کردن این شعر هم مالی محرمانه است. این مثلا در هر جا خوانده نمیشه، در کوچه و میدان نمیشه، جا دارد. باید که نه از راحت کنید، نه از چای بخورید، آرامک شوید، بعد شعر گوش کنید که بعد میفهمید. چون این چیز احساسی است، چیزی که با این چیزی که با خود کلمه شعر مشهور است، شعور شعر گفتن، یعنی چیزی که با خیالات، با احساس، با دل، با این چیزا دخل دارد. برای همین ایده همون خیلی باید که حاضر و ناظر شدید، بعد بشینید گوش کنید، نفهمید. نباشد این شعر بعد دیگر اینکه ما بچه همین اینستیتوت پداگوژی یا اینستیتوت آموزگاری که میگید ما بچه اینجا نیستیم، ما یونیورسیته خواندگی اما اکثر آنهایی که در ادبیات نویسنده و شاعران و عالمان در عالم ادبیات هم اکثرش بچه‌های همینجا این از باقی رهیزاده تا مهمان وقتی نشسته سازی هم بچه های همین در اینستیتوت آموزگاری هست. این همش همینجا بوده دیگه. یعنی همین دل ادبیات تاجیک، ادبیات همین سویتی تاجیک تا با امروز دل ادبیات تاجیک این همین اینستیتوت شما است. اما در یونیورسیته به ادبیات چندان اعتبار داده نمیشه. ادبیات رویاکی میخوانند، بسیار سخت دقیق و عمیق نمیخوانند. لیکن در اینجا وقتی که می‌بینید که اکثر نماینده‌های ادبیات و علم و شعر و شاعری از همین جهان می‌فهمید که اینجا ادبیات دقیق می‌خواندن، عمیق می‌خواندن. برای همین باید اینستیتوت شما باید فخر کنید که همین ادبیات تاجیک از شما است، همینجا برآمده است همش. و البته قابل فخر، قابل افتخار است، تعریف است که ادبیات به همین اینستیتوت شما داخل دارد. و دیگر اینکه اگر شعرخوانی شعر بخوانه بعد یک شعر بخوانم که در همین سن سال شما بودم یا اندک بالاتر بودم وقتی همین جوش و خروش و وقتی یعنی که عشق و عاشقی بودم ادبیات خودش همه خیلی است. همه از رودکی تا امروز ادبیات از زمین اساساً از خواه تصوری، خواه تصوفی و خواه واقعی از زمین مهربانی و عشق و عاشقی و ادبیات عبارت است. در همین
کم چی افتادم تو نیمی منی، تو نیمی منی، نیمی جسم و جانی منی و ذره ذره تو پیوندی جاویدانی منی. به هر کجا که روم در من است ریشه تو، توی گل از قلمی سبز استخوانی منی. گوش دیده بسیار چپن نزنی. با دست من رسد با دست تو دست بلرزه می آیم. با دست من دیره فراموش کردم. تو آشیان خبر رسانده، تو آشیان منو، من که آشیانی تو هم. تو جای جانی منو، من که جای جانی تو هم. انا اینا شکر بسیار با من نمیزیباد. تمام نعمت دنیا چقدر که مالی کس است، تمام نعمت دنیا با حکم خار و خس است. مرا نصیب کند عشق تو همین کافی است. تو را نصیب کند عشق من همین کافی است. مرا نصیب کند نیمی بستری تو بس است. این حالی با من نمیزیبه، تماما نمیزیبه. من خودم در خانم گاه وقت در یکم جا صحبت بعد ایزا بکشم. با همین مانند یک شعر دیگه بخوانم بعد ما هم چیزی دیگه. تو هر غروب این من شریمان است. یکی شعر آدم است که من با او نزدیکم و او با من نزدیکم. خیلی همه یک دردک بلیش عاشقی بجام بازی بجام کنی باید زن بگیره. بعد با زندگی بخیر است. همه با عاشقی ازدواج کردی آخرش همه تربیزه میشن بعد جمع میشن میزنن کاسا پاسا و همه میشن پیدا خانه شپا و راستا بگیرن این نک وای یعنی مرتب دیدی در دیوالا صورتا همشن میزنن میشکنن جدا بشن نروند لیکن عشق نمیروند. اما مردک هر روز از این پیش خانه کونش دیگه در اونجا نیست. لیکن در همون خانه گودک شماندگیه. هر بیگه میگذاره نگاه میکند که همین شرابی همون بسوخته باشه یا نه. خانهش که آدم باشه یا نباشه. هر بیگه و همینش بسیار شعر صمیمی داره. گفته تو هر غروب نظر میکنی با خانه من، تو هر غروب نظر میکنی با خانه من، در پنجره خاموش و خانه تاریک است. خیالی کیست در آن سوی شیشه های کبود که از تو دور ولی با دل تو نزدیک است. هنوز میشنوم شب از هجوم خیال صدای گرم تو را در سکوت خانه. هنوز با گوش کودک گریان ترانه میخواندی، با گوش کودک گریان ترانه میخواندی. هنوز مرا آن ترانه هنوز کار رسانده بست. تو هر غروب نظر میکنی به خانه من، در پنجره تاریک و پنجره خاموش و خانه تاریک است. خیال کیست در آن سوی شیشه هایی
کبود که از تو دور ولی با دل تو نزدیک است. هنوز بر سر رفت برگ‌های خشکیده نشان آن همه گل‌های رفته برباد است. هنوز روی زمین پاره عکس‌های قدیم گواه آن همه ایام رفته از یاد است. هنوز تو هر گروه نظر میکنی به خانه من، در پنجره خاموش و خانه تاریک است.